سلام علیکم. اینایت الله زمانی هستم. به درس 24 برنامه اکسس خوش آمدید. خب در این درس همراه شما میخوانیم چه قسم لوگو و بک‌گراند های مختلف و ایکون های مختلف از اینترنت دانلود کنیم و همچنان چه قسم این لوگو ها را استفاده کنیم و چه قسم اینا را ارتباط بدهیم. خب در قسمت ابتدا در قسمت گوگل میایم، اینترنت داشته باشیم، نوشته میکنیم فون لوگو و انتر. در این قسمت میبینیم که برای ما شما فون لوگو قرار روی برای دانلود کردن روی این کلیک میکنیم و بعد از باز کردن در این قسمت ما شما رایت کلیک میکنیم و بعد سیف ایمیج از را انتخاب میکنیم و بعد دسکتاپ رو انتخاب میکنیم و بعد اوکی. میبینیم که در این قسمت برای ما شما دانلود شده است. خب اگر خواسته باشیم لوگوهای واتساپ رو دانلود کنیم، دوباره میایم در این قسمت تایپ میکنیم واتساپ لوگو. میبینیم که لوگوهای واتساپ هم ظاهر شد. برای دانلود کردن رایت کلیک میکنیم و بعدا سیف ایمیج رو انتخاب میکنیم، موقعیت رو انتخاب میکنیم و سیف رو کلیک میکنیم. میبینیم که در این قسمت با شما سیف شد. خب و بعدا اگر خواسته باشیم بک‌گراند ها رو دانلود کنیم، در این قسمت فری پیک را انتر میکنیم و بعدا وارد سایت میشیم و بعدا در این قسمت وارد سایت که شدیم و بعدا در این قسمت تایپ میکنیم. خب دین پی جی را تایپ میکنیم و بعدا انتر. در این قسمت میتونید تمپلیت های گوناگون را دانلود کنید. خود در این قسمت من کلیک میکنم و بعدا در قسمت دانلود و بعدا فری دانلود رو کلیک میکنیم. خب در این قسمت به ما میگوید که شما 3 روز 3 دانه دانلود فری داریم. اگر ما قبلا دانلود کرده باشیم و 3 دانه ما میتونیم که دانلود های رایگان داشته باشیم و بعد از آن باید پرداخت کنیم. خب ساین اپ فور فری میتونیم شما داخل شویم و بعدا رایگان دانلود کنیم. خب برای این کار جیمیل خود را وارد میکنیم. ما قبلا داشتیم، تایید میکنیم. اگر شما نداشتیم میتونیم فقط برای 3 بار دانلود کنیم، بیشتر از آن نمیتونیم دانلود کنیم. خب در این قسمت و بعدا در این قسمت ما شما انتخاب میکنیم فری دانلود. میبینیم که برای ما شما این پس زمین را بعد منیجر آورد و 17.872 MB حجم می باشد و بعدا استارت دانلود رو کلیک میکنیم. برای ما شما دانلود میکنه. اگر خواسته باشیم برای همیشه رایگان دانلود کنیم، از طریق جیمیل خود وارد میشیم. اگر برای 3 بار یا 1 بار خواسته باشیم دانلود کنیم، ضرورت به وارد کردن جیمیل نیست. خب در این قسمت میبینیم که برای ما شما دانلود میشود. خب تا وقتی که تمام میشود ما دوباره بیرون میشویم و بعدا این را دلیت میکنیم و بعدا از این قسمت اسید آیکن را انتخاب میکنیم. در قسمت های آیکن در این قسمت ما کامپیوتر و بعدا اوکی. میبینیم که برای ما شما آیکون های در
در قسمت بالا نمایش داده می شود و همچنان در قسمت پایین نمایش داده می شود. خب برای این قسمت دانلود روی کلیک می کنیم و بعدا SVG انتخاب می کنیم. خب قسمت PNG و بعدا می بینیم که در این قسمت با ما دانلود شد. خب وقتی که می بینیم برای ما دانلود در ما تمام شده است رو اوپن کلیک می کنیم. اما دانلودی که بعضی میلی که قبلا هم روی شما گفتیم دانلود شده است و بعدا اکسترکت می کنیم. روی دسکتاپ انتخاب می کنم و بعدا اوکی و بعدا ببینیم در این قسمت برای ما پس زمینه دانلود شده است. خب کامپیوتر که قبلا دانلود کردم در داخل مال کامپیوتر در این قسمت میبینیم که برای ما شما این آیکن ذخیره شده است. خب و بعدا اگر خواسته باشیم که ببینیم ماوس با ما پرینتر دانلود کنیم و انتر میکنیم میبینیم که آیکون های پرینتر گوناگون با شما ذخیره شده. در این قسمت روی فلش دانلود کلیک میکنیم و بعد PNG انتخاب میکنیم میبینیم که در این قسمت با شما دانلود شد. وقتی که برای در قسمت پرینتر میبینیم که طور مکمل میبینیم که فعلا برای ما شما دانلود شده است. از اینها میتوانیم استفاده های گوناگون داشته باشیم. در این قسمت من سیو رو انتخاب میکنم. در قسمت سیو این رو انتخاب و بعدا این رو کلیک میکنم و بعدا در این قسمت اگزیت رو انتخاب میکنم. میبینید که علامه اگزیت همچنان با ما شما ظاهر شد. خب در این قسمت من این فلش رو دانلود میکنم. خب استفاده های گوناگون از اینها ما میتونیم کردن با تیبل خود و یا دیتابیس خود. خب این رو کلوز میکنیم و بعدا دیتابیس خود رو باز میکنیم. خب در این دیتابیس همراه شما ابتدا یک فرم ایجاد میکنیم. در این قسمت فرم دیزاین رو قسمت انتخاب و بعدا روی فرم کلیک میکنیم که برای ما شما فرم ایجاد شد. خب تغییرات زیادی که ما میتونیم آورده در قسمت لیاوت تغییرات اساسی آورده میشود. خب در این قسمت مکمل رو انتخاب میکنیم، تابلو رو انتخاب میکنیم با کنترل ام مکمل فرم خود را انتخاب میکنیم و بعد قسمت پایین انتخاب میدیم. خب در این قسمت عنوان ضرورت نداریم، همچنان ضرورت نداریم. و بعد از این قسمت این رو کوچک میکنیم و بعدا خب اگر خواسته باشیم که بک‌گراند به فرم خود بدهیم در قسمت فرمت آمده و بعدا بک‌گراند ایمیج را انتخاب میکنیم. بک‌گراندی که قبلا ما شما انتخاب کردیم براوز میکنیم و بعدا دسکتاپ را انتخاب میکنیم. از دسکتاپ این را انتخاب میکنیم و بعدا اوکی. میبینیم که به فرم شما از میان بک‌گراند اضافه شد. خب در این قسمت اگر خواسته باشیم که از بتن ها که قبلا اضافه کردیم مثال پرینت بود و بتن های سیو بود خواسته باشیم استفاده بکنیم، در این قسمت ابتدا روی این کلیک میکنم و بعدا در قسمت ارنج میروم انزرت رایت یک تبع جداگانه میخوایم، یک کالم ها یا ستون های جداگانه ما وجود میکند و بعدا در قسمت دیزاین میروم در قسمت پیکچر را انتخاب میکنم و بعد روی این کلیک میکنم. این قسمت داکومنت دانلود میرویم و از قسمت دانلود
سیو را انتخاب میکنیم و بعدا اوکی. خب قسمت پایین رو انتخاب میکنیم و بعدا روی پیکچر. قبلا امروز شما خواندیم که بطن ها رو ما و شما میتونستیم قسم که من بطن رسم کنیم و آن را اجرا کنیم. خود در این قسمت ما همراه شما میخوانم که چه قسم روی عکس ها یا بطن های دیگر که ما رسم میکنیم روی آنها وظیفه اجرا کنیم. ها برای این کار قسمت رایت کلیک میکنیم درست و بعدا در این قسمت پراپرتیز هم میتونیم این را اجرا کنیم. همچنان در این قسمت رایت کلیک کرده پراپرتیز شید را انتخاب میکنیم و بعدا در این قسمت که انتخاب کردیم از قسمت ایونت آماده آن کلیک را کلیک میکنیم و بعدا ماکرو بیلدر را انتخاب میکنیم. سیف وقتی که میگیم روی این کلیک شود چی کار انجام داد، ما میتونیم از این قسمت سیو را انتخاب کنیم سیو ریکورد را دریافت میکنیم و بعدا این قسمت سیو و کلوز را کلیک میکنیم. خب وقتی که در این قسمت باز دوباره اگه خواسته باشیم وظیفه روی این اجرا شود این قسمت کلیک میکنیم و بعدا آن کلیک و بعدا کلوز را انتخاب میکنیم اوکی کلوز. اگه خواسته باشیم مکمل از دیتابیس خودش اخراج شویم خب در این قسمت ما شما کلوز دیتابیس رو انتخاب میکنیم سیف و بعدا کلوز. خب در این قسمت این رو سیف میکنم به نام مین دیتابیس بعدا اوکی. وقتی که فایل ویو بریم ببینیم وقتی که ما شما یک بطن دیگه هم رسم میکنم و یک عکس دیگه هم رسم میکنم. خب در این قسمت لیات ویو میرویم و بعدا در این قسمت یک پیکچر اضافه میکنیم مثال کامپیوتر که شخص جدید اد کند برای ما شما. در این قسمت کلیک کرده و بعدا پراپرتی شیت و بعدا در این قسمت مایکرو بیلدر میگیم نیو ریکارد. خب در این قسمت کلیک میکنیم خب در این قسمت این کوتو ریکارد را فایند میکنیم و بعدا در این قسمت تایپ آبجکت تایپ را انتخاب میکنیم که فرم است و بعدا در قسمت دوم کدام فرم به نام دیتابیس است که ریکارد کدام وظیفه را اجرا کند برایش میگیم که وقتی که روی این کلیک کردیم وظیفه نیو را اجرا کنه و بعدا نیکس سیف کلوز را انتخاب میکنیم. خب در این قسمت فرم ویو میکنیم روی این کلیک کنیم میبینیم که برای ما شما فرم جدید را ایجاد کرد. خب در این قسمت نیم رضا و بعدا سالری در تاریخ چند در تاریخ امروز شماره تماس این شماره تماس در این قسمت خب مشخصات داده میتونیم و بعدا در این قسمت سیف انتخاب میکنیم که با ما سیف شد و بعدا خواسته باشیم اگزیت از دیتابیس اگزیت شویم در این قسمت رو این کلیک میکنیم. خب وقتی که کار نمی کند و بعدا لیات ویو میرویم و بعدا در این قسمت رو این کلیک میکنیم و بعدا پراپرتی شیتی رو انتخاب میکنیم و بعدا آن کلیک رو انتخاب میکنیم و بعدا اوکی. در این قسمت میگیم کلوز دیتابیس رو انتخاب فقط کلوز دیتابیس و بعدا سیف کلوز رو انتخاب میکنیم و بعدا فرم یو. خب میبینیم که اجرا شد وظیفه. Do you want to save and change design؟ آیا میخوای وظیفه ای که تغییراتی که آورده شده سیف کند؟ اگر خواسته باشیم yes میبینیم
که دوباره سیفاز می شود، یعنی به نام دیگر به ما ذخیره می شود و همچنان تیبل دیگر را می توانیم ایجاد کنیم. آن را سیف کردیم و همچنان به ما شما اجازه داد که یک تیبل جدید به خود باز کنیم. در این قسمت ما این کلوز می کنیم و بعد دوباره دیتابیس خود را باز می کنیم. خب در این قسمت دوباره لیاوت وی می رویم برای شما. خب و بعدا در این قسمت insert image اگه خواسته باشیم یک عکس را وارد کنیم، همچنان از این قسمت هم میتونستیم همچنان از این قسمت یک عکس خواسته باشیم وارد کنیم، روی این کلیک میکنیم و بعدا در این قسمت به ما شما ظاهر میشه. و اگه خواستم میبینیم که انتقال بده، انتقال دادن میشود، در قسمت ارنج استاکت را فعال میکنیم و بعدا در این قسمت انتقال میدیم. اگر خواسته باشیم این را بزرگ کنیم و بعدا در قسمت دیزاین آمده، قسمت پروپرتی شیت میایم و بعدا در قسمت فرم آمده، در این قسمت وید آن یک است و یک و عرض آن همچنان یک انتخاب میکنیم. از بالا میبینیم وید یا عرض آن یک انتخاب کردیم و های را همچنان یک انتخاب کردیم. این قسمت هم تغییرات آورده میتونستیم و همچنان در این قسمت فلش که کلیک کنیم میبینیم که برای ما شما بزرگ و کوچک میکند. این را دستی میتوانیم تغییرات بیاریم، این را میتوانیم از این قسمت اشار را همچنان تعیین کنیم که با شما بزرگ و کوچک باشد. خب در این قسمت تاپ از بالا میتونیم در این قسمت از بالا همچنان بگیم که یه اندازه باشد. لفت از طرف چپ میتوانیم در این قسمت بگیم 2 از طرف چپ، یعنی بزرگی هم باشد. در این قسمت ما میتونیم تغییرات خاص در هر فرم که مربوط به فرم است میتونیم تعیین کنیم. میبینیم که در این قسمت باردر است، اگر خواسته باشیم که باردر بزنیم تعیین کنیم میبینیم که باردر یا خط سفید تعیین شد. دوباره روی این کلیک میکنیم. بک کلر در این قسمت میبینیم که اگر خواسته باشیم بک کلر را یا رنگ پس زمینه رو تغییرات بیاریم میبینیم که عکس تغییرات پس زمینه رو به ما وارد کرد. باردر کلر تغییر رنگ باردر را میتونیم 35% سیاه است یا دارک است. در این قسمت ما میتونیم سرخ انتخاب کنیم. وقتی که کلیک کنیم میبینیم که سرخ شد. خب بعدا دوباره این کلیک میکنیم. این بود تنظیمات مربوط به پیکچر رو میبینیم. اگر خواسته باشیم ویزیبلی از این رو کنیم در این قسمت انتخاب میکنیم که ویزیبل یعنی نمایش داده شود یا نشود. در این قسمت وقتی که ما نو کنیم میبینیم که به ما هیچ گونه نه فرم ما نمایش نداد و نه عکس را به ما نمایش نداد. وقتی که روی این یس کنیم دوباره به ما نمایش داد. وقتی که خواسته باشیم تنها عکس را ویزیبل یا نمایش ندهد میبینیم که در این قسمت نو است. وقتی که فرم ویو کنیم میبینیم که نمایش نمیدهد و بعدا لیاوت ویو میرویم و بعدا در این قسمت کلیک میکنیم و بعدا ویزیبل یا یس انتخاب میکنیم و بعدا دوباره فرم ویو میریم که به ما شما نمایش داده عکس. خب در این قسمت پیکچر خب شیرت ما میتونیم این عکس را به اشتراک بگذاریم و همچنان پیکچر کدام نوعیت عکس می باشد. در این قسمت میتوانیم که بگیم نام های که میتونیم عکس تغییرات بدیم. در این قسمت پس دوباره عکس خود آورده میتوانیم و همچنان به خاطر این می باشد پیکچر جایی که ما عکس خود را انتخاب کردیم از آن قسمت ما میتونیم عکس های دیگر را هم وارد کنیم. از این قسمت استفاده می شود به خاطر که اگر نام این در این قسمت ما بریم در این قسمت اگر ما این نام را انتخاب کنم می توانم در این قسمت آمده و بعدا در این قسمت کلیک می کنم و بعدا دسکتاپ. در این قسمت من این نام عکس را انتخاب می کنم. می بینیم وقتی که دوباره خواسته باشم که عکس خود را وارد کنم در این قسمت می بینیم عکس سابقه خود را وارد کنم. پیکچر می بینیم آمده
و بعد در این قسمت کلیک میکنیم. میبینیم به طور اتومات در سیستم درج شد. خب سایز مود حالت نمایش داده شود چه قسم است، استرچ یا کشیده باشد، کلیپس به شکل کوچک باشد، به شکل کلیپ باشد و بعدا زوم به شکل مکمل نمایش داده شود. پیکچر الاینمنت طرف چپ باشد. میبینیم که چپ چی؟ چپ یک جدول اگر ما خواسته باشیم در آن عکس خود را قرار داده باشیم، در آن قسمت عکس را ما برای ما الاینمنت میکنه. سنتر و وسط امان جدول با ما قرار میدهد. باتم لفت پایین و طرف چپ آن قرار میدهد و بعد باتم راست، باتم رایت به طرف باتم راست قرار میدهد. خب در این قسمت تنظیم‌های مختلفی دارد که ما میتوانیم از اون استفاده کنیم. اسپیشال افکت های گوناگون داده میتونیم. مربوط به عکس میشه. وقتی که روی این کلیک کنیم با شما در قسمت فارم میبینیم که روی هر قسمت کلیک کنیم مربوط به همان قسمت با ما و شما تنظیمات فعال میشه. وقتی که روی این قسمت کلیک کنیم روی فارم اصلی خود میبینیم که برای ما و شما یک بخش یا پارت کوچک را باز کرد. وقتی که روی این کلیک کنیم میبینیم که تغییرات گوناگون ما آورده میتونیم. به اساس استفاده خود ما میتونیم این را تغییر بیاریم. خب ترانسپرنت را میتونیم یعنی کمتر نمایش داده شود، بنابراین کم خیرتر باشد. استفاده گوناگون میتونیم از این کرده به اساس استفاده خود. خب در این قسمت لوگو، اگر یک لوگوی خاص، یک آرم خاصی داشته باشیم که قبلا خوندیم چه قسمت لوگوی واتساپ و یا میتونیم انتخاب کنیم. در این قسمت انتخاب و بعدا اوکی را انتخاب میکنیم. میبینیم در این قسمت خیلی به سختی انتقال میشود. روی این کلیک در قسمت ارنج را استاکت را انتخاب میکنیم. در این قسمت هر قسمت این و مانند عکس یگان به طور یک شکل با ما و شما در قسمت دیزاین وقتی که برویم پروپرتی شیت یک شکل با ما و شما ستینگ دارد با پیکچر. در این قسمت ما میتونیم همچنان اندازه آن را کوچک و بزرگ کنیم. خب این بود بخش لوگویی که میتونیم چه قسم لوگو وارد کنیم. قسمت تایتل با این شکل انوار دیتابیس می باشد. چیزی که این قسمت می باشد میتونیم در این قسمت میتونیم تغییر بدیم. میتونیم تغییرات وارد کنیم و همچنان دیت اند تایم میتونیم تاریخ و ساعت رو در قسمت با ما نمایش دهد. در این قسمت من این رو انتخاب میکنم و بعدا اگر خواسته باشیم ساعت داشته باشد ساعت را اینکلود تایم را انتخاب، اگر نخواسته باشیم تیک آن را برمیداریم. خب اگر خواسته باشیم که مثال تنها ساعت باشد تاریخ نباشد میتوانیم در این قسمت اینکلود تایم را وارد کنیم. اگر خواسته باشیم تنها تاریخ باشد این را چک و بعدا تیک آن را برداشته و بعدا اوکی میکنیم. که این قبلا ما شما دیت را وارد کنیم. خب در این قسمت ابتدا بعدا ما شما تایم را وارد میکنیم. این را انچک و بعدا اوکی. خب میبینیم که این به خاطر که قبلا ما شما در فارم خود یک چیزی ایجاد کردیم. خب در این قسمت من یک بخش را انتخاب میکنم و بعدا دیت اند تایم را انتخاب میکنم. خب یک در این قسمت ما شما وظیفه اجرا میکنیم دیت. خب این به خاطر که ما قبلا در خود فرم خود یا همون دات تایپ دیت اند تایم باشد یکی را وارد کرده میتونیم، از دو متن نمیتونیم استفاده کنیم. خب اگر من این را دلیت کنم و بعدا ببینیم که چگونه کار میکنه، این را این قسمت انتخاب و بعدا میبینیم در قسمت فارم یو برویم. خب نمایش نداد که بعدا لیاوت ویو میرویم. خب وقتی که این در این قسمت ما شما فارم انتخاب میکنیم قسمت پروپرتی شیت و بعدا در این قسمت پاپ اپ را یس میکنیم و بعدا در این قسمت فارم یو میکنیم. خب
ساعت را و تاریخ را که ما و شما قبلا گفته بودیم که چرا کار نمی کند. خب یک در این قسمت لیاوت ویو می رویم. خب این در قسمت هیدر فوتر می باشد که برای ما و شما اگر صفحات زیاد داشته باشیم با ما و شما در قسمت هیدر یعنی سر عنوان سرورقی و فوتر قسمت پاورقی که ما و شما قبلا خوانده بودیم. خب در این قسمت تایتل که ما گفتیم که چگونه می توانیم در این قسمت از دیتا تایپ استفاده کنیم. در این قسمت من تایم را انتخاب میکنم و بعدا اوکی. در این قسمت صفحاتی که ما زیاد داشته باشیم برای ما و شما آن نمایش میدهد. خب میبینیم در این قسمت 641 پی ام است در قسمت سرورقی به ما و شما در هیدر نمایش داد که گفتیم که چرا این مشکل چیست. خب در این قسمت نویس میکنیم و بعدا دوباره دیزاین ویو میرویم. در این قسمت دیتا تایم رو انتخاب میکنیم و بعدا در این قسمت من این رو انچک و بعدا ساعت را تاریخ رو انتخاب میکنم و بعدا فارم ویو میروم. میبینیم که در این قسمت تاریخ نمایش داده شد. خب در این قسمت دیزاین ویو رفته. add existing field در این قسمت میبینید که برای ما شما تاریخ وجود ندارد. اگر یک فیلد از ما شما دلیت شد میتونید در این قسمت انتخاب و بعدا دیت را انتخاب و بعدا در این قسمت ما اد میکنیم و بعدا فارم ویو میکنیم. میبینیم که تاریخ را با ما شما نمایش داد. خب تب آردر را در درس بعدی هم روشن میخوایم که چی وظیفه دارد. وقت و اوقات شما خوش. تمرین خوب داشته باشیم. کدام سوال داشتیم میتونیم تماس بگیریم.